دیگه حالا همون یک چیز هست، یک 5 دقیقه خلاص میشه، میریم بخیر. خب انشالله. استاد میگه یگان چیزی فرق گفتیم درباره قانون و شریعت بسیاری جوانا نمیفهمن. مثلا بعض اصطلاحات هست که باید شما بفهمید. مثلا فرق بین قانون و شریعت چی است، یا فرق بین فکر اسلامی و دیگه افکار چی هست. اینی بعض اصطلاحات است که اگر این آدم نفهمه در انسان مشکل ایجاد میشن. شریعت چی است؟ الله بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. شرع لکم من الدین، الله متعال در آیات قرآن میگه که الله بر شما یک شریعت تعیین کرده. دین چی هست؟ دین نظام است، یعنی 12 نظامی که در اسلام هست. غیر ما شما زیادی 12 نظام ها را گفتیم و امیال سر کتاب شما کار میکنیم. در این وقتا بخیر چیز خلاص میشه. 12 نظام در حاکمیت تشریعی اسلامی. اینال شریعت که هست، این احکام است که از جانب الله متعال تعیین شده، از زمان آدم علیه السلام شروع شده تا روز قیامت. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، اما شریعت را الله بر شما تعیین کرده، نظامی را تعیین کرده که بر نوح علیه السلام تعیین کرده بود، بر ابراهیم علیه السلام تعیین کرده بود، بر موسی و عیسی علیه السلام تعیین کرده بود و دیگه پیغمبرها و کلشان، و تا روز قیامت این شریعت الله هست. در این شریعت که هست اول و آخر نداره، شکل تدریجی نداره که بگوییم اینی اولش تو بود دومشی قسم بود. از امو اول اونمو حکمی که الله تعیین کرده، در اونجا الله چون ذات است که عالم الغیب است، شریعت و حکم خدا که بیان میکنه نتایجش هم الله میفهمه، منفعتش هم میفهمه، برای بشریت چی فایده داره. بنان الله متعال او را تعیین کرده و حکمتایش هم خود الله میفهمه. و این شریعتی که الله تعیین کرده مثل چی هست؟ مثلا ما و شما اگر به طرف یک پدیده نظر میکنیم، مطابق تخصص و رشته خود نظر میکنیم. حالا اگر مثلا یک درخت است، شما پیش درخت اگر یک دهقان ببرین بگوییم درخت چطور است، او مطابق رشته خود چون دهقان است سهل میکنه، میگه والا این خوب میوه داره، از این میتونی حاصل بسیار خوب بگیری. اما اگر یک چوپان برش ببری، چوپان مستقیما میگه والا چه خوب برگا داره، میره که بر بزای خود بکنم سیر میکنه. اما اگر برای یک متخصص محیط زیست ببری، او فوراً از نگاه اکسیژن و تأثیر ازی در محیط صحبت میکنه. درختها بر محیط زیست بسیار خوب است، هوا را خوب پاک میکنه، روزانه اکسیژن تولید میکنه. بنان اگر پیش یک استاد یا متخصص زراعت ببری، متخصص زراعت وقتی که سون درخت سیل میکنه امراض میبینه، والا این درخت اینی مرض داره، والا برگایش تو شده به خاطر از این مریض است. اینال هر کسی به طرف درخت مطابق چی سیل میکنه؟ مطابق هم رشته و خواست خود. اگر یک مسافر باشه می درخت که ببینم میگه اوه 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 چه خوب درخت است، اگه زیر زمین اردویم و قرار بریم خدا پرتم نه، چقدر خوب سایه داره و چه خوب سرد است. اما الله متعال به طرف از این درخت چه قسم نظر میکنه؟ الله متعال درخت این قسم خلق کرده که مشکل کل از اینا حل شده، هم از گرسنه، هم از مسافر، هم از متخصص، هم از کلگی، هم از نگاه محیط زیست کل ازی شده. شریعت الله هم همین قسم است. وقتی که در شریعت الله یک حکم الله بیان میشه، ما و شما با یک نظر خاص نظر میکنیم، اما الله متعال در او چندین حکمت گذاشته. مثلا بسیاری کسا را اگر پرسان کنی که ازدواج برای چی است، شاید اکثریت مردم در غرب فکر کنه که ازدواج به خاطر
دفع غرایز جنسی باشه. از این خاطر اونا بعضی قوانین را برای ساختن، آزادی های جنسی و بعضی گپا را ساختن. لکن اگر اصل ازدواج ببینید که الله متعال این حکم کرده که شما ازدواج بکنین، در این حکمت های بسیار زیادی هست. به خاطر ادامه نسل بشر هست، به خاطر اثبات نسب است، حقوق زن است. چرا اگر یک زن بدون ازدواج بگیرید چی حال می باشه، اما اگر همون زن با نکاح رفته باشه چقدر خوب با عزت می باشه. حقوق طفل است، طفلی که از طریق ازدواج پیدا میشه بسیار با عزت است و طفلی که بدون ازدواج پیدا میشه به نام لاوارث و بی سرپرست و بی نسب در جامعه هم بسیار شخصیتش پایین میه. بنابراین در یک حکم شریعت چندین حکمت هست که بعضی از ما و شما میفهمیم و بعضیش ما نمیفهمیم. بعضیش از نگاه طبی و ساینسی روز به روز کشف میشه و بعضیش هنوز کشف نشده است. اما وقتی که ما مسلمان هستیم نیازی نداره که برای ما یک دکتر بگه که والا در نماز خواندن اینقدر از نگاه اکسیژن خوب است، اینقدر رکوع اینقدر خوب است، اینقدر چی میکنه. ما میگیم والا ما عبادت خدا به خاطر رضایت الله میکنیم. وقتی که عبادت کردیم در او چی منافع هست؟ بدون شک در او منفعت ها هست. بنابراین شریعتی را که حکم را که الله تعیین کرده این شریعت میگه، این حکم الله هست. این از اول وقتی که تعیین میشه از همون زمان رسول الله صلی الله علیه و تا روز قیامت یه گپ است. یک وقت من بسیار سنم کم بود، یک کمونیست مرا یک روز گیر کرد، میخواست مرا گمراه بسازه. مرا گفت همین قانون اسلام کس، همین شریعت اسلامی کسی کونه شده بیان که ما شما قانون نو بسازیم. خب من دیگه برای چی گفتم میتونستم؟ من گفتم حالا در شریعت الله میگه که همین معلم صاحب که بکس بینیش نزن. صحیح؟ حال تو اگه می قانون تغییر میدید تغییر بدید یک بار کشید کنم که دندانایت بشکنه. خب اسلام میگه اخلاق بکن. حالی رو تغییر بدیم چی هست؟ زد اخلاق چیز بد اخلاقی هست. والا کونه شدم افتم نه برادر، این چیز این موضوع هستیم که کونه میشیم. چیزی که الله او را خلق کرده کونه نمیشه. مثلا این کور سعی کنین نه؟ او نه پشت سرتون کو است نه؟ او رو کور سعی کنین و این خانه را سعی کنین. این خانه‌ای که 30 سال پیش 40 سال پیش جور شده کونه شده. این خانه‌ای کونه میگن. اما خود این کور کس کونه میگن. کو عمرش چه قضیات است؟ اما کو نو است. او سرشار است از ویتامین ها. او در قصه دیگه هم نیست که چقدر وقت تیر میشه. آفتاب کس میگه که آفتاب نو و آفتاب کونه. آفتاب چقدر عمرش است؟ از نگاه ساینسی بعضی ساینس‌دانا وقتی که بحث میکنن عمر آفتاب تعیین میکنن که قدر عمرش بسیار طویل است. لکن آفتاب کس کونه نمیگن. اینمی قسم شریعت الله که مثل آفتاب الله هست، مثل این کوی که الله خلق کرده. حالا مثلا اگر شما یک موتور را جور کنین، این موتور که زیاد بدوانی کنه میشه یا نمیشه؟ اما انسان که الله خلق کرده که هر قدر رولا بدوان روز قوی شده میره. این که یک صبحی بدوانی شه یک گرد مکرویان یک چیز دیگر رو سعی کنی که این ماشاءالله رامبو جور شده، این اندام چی میگه بس. اگر نباید کنه شده قانون خواهی میره میگه نه حالا موتور زیاد بدوانی چی میشه؟ کنه میشه. اما الله قدرت خود نشان میده که نه، چیزی که الله خلق کرده او باز مثل ساختن انسان ها نیست. انسان ها هستن که کنه میشن، اما آن چیزی که الله ساخته قانون الله کنه. خب شریعت الله کنه نمیشه. متوجه هستین؟ این حالا اگه در مقابل کس کلمه رو استعمال میکنه که فکر نوین، این لوده است. به خاطر از اینکه چیزی که کنه نمیشه او رو تو کنه فکر بکنی خودت کنه فکر هستی. چیزی که کنه نمیشه، حالا یک نفر بگه والا کوی کنه را دیدم، باش تو چقدر لوده هستی؟ کجای کو کنه است؟ کو والا در خانه ما کسی یک هفته با کنه درخشید. برش میگم والا تو خودت کنه فکر هستی؟ آفتاب کنه ایدی. آفتاب میگه من نوستم. آفتاب است. اگر چند قرن هم سرش چیر شده میقسم است. پس شریعت احکام الله هست که کنه نمیشه. اینم تو نو است. امیالم که یک آیت قرآن بسیاری وقتا ما میخوانیم فکر میکنیم که امی آیت قرآن امیال دستی نازل شده. متوجه هستی؟ خصوصا وقتی که بسیار جگرخون میباشی، بسیار دارد سختی میباشی. مثلا سر ما یگان وقتی یک حالت میاد که بسیار جگرخون، بسیار خفه، بسیار سرم یک مصیبت کلان می آمده باشه، خصوصا در پوانتون یوسف علیه السلام. متوجه هستین؟ یگان وقت سر ما در اونجا بسیار در پوانتون یوسف علیه السلام یگان وقت زیاد سر ما فشار می آمد.
امی قرآن که باز میکردیم الله متعال یک آیت قرآن میامد، ما فکر میکردیم که امی آیت برای من نازل شده. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء. الله متعال میگه که این مصیبت هایی که ما الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ای استاد دایی، این مصیبتی که سر تو آمده یه پیش از این که تو پیدا شوی این برای تو نوشته شدگی بود. لکی لا تفرحوا بما آتاکم. اگر برات یک کس تو آورد بسیار خوشحالی نکنی، نمی قسمتت بود که نمی نفر آورد برات داد. اینمی آب در قسمت تو نوشته بود که نمی نفر الله توفیق داد که برات تو آورد. لکی لا تفرحوا بما آتاکم. اگر تو خانه یک لوکس داری یا موترک نو خریدی بسیار خوشحالی نکن، به خاطر اینکه نمی در قسمتت بود. نوش جانت. ولا و همچنان وقتی که سرتان مصیبت آمد بسیار جگرخونی نکنین. پس آیات قرآن رو بسیاری وقتی که شما تو بخورین و تو فکر آدم میکنه که امیال دستی آیات قرآن امیال نازل شده و همین واقعیت های فیلی جامعه ما را بیان میکنه. یک روز یک جایی رفتیم، یک رئیس بسیار کلان بود که والا من که تو استاد عزیز تو نماز میخوانم که بیایم دیم دفترم تو نماز میخوانم که هیچ دیگه چیز نداره، تا وقتی که 100 دفعه سبحان الله نگویم شده است. خدایی یه سکرتر از شاگرد ما بود، این که برام شاگردم گفت صاحب دروغ میگه هیچ نماز نمیخواد شما را بازی بیته. ما فورا برش گفتم تو مؤمن الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین سیسنه و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ما تو جگر خویی نکن. این آیت قرآن بر ما میگه مردم های بیدین کمونیست و کافر و مرتد و سکولر و فکر نوین یا که هستن، اذا لقوا الذين آمنوا وقتی که با امرای یک مسلمان بشینه بازی میگه اوه استاد از مکه. و اذا خلوا الى شیاطینهم باز وقتی کت شیطانای خود چی شد باز میگه تو بازیشان دادیم، تو گپ دادمشانه که اونا خوب گپ خوردن که من تو نماز میخورم. خالی مرا گپ داد یا خدا گپ داد؟ حالا در پل صراط که برسو کردم من جنجال زیاد هستم. شاید تو وقت تیر شده باشه از کلکینه که جنت سعی که اون استاد دایر سعی که بیچاره در سر پل صراط بند موند. این خونه است که مثلا کلگی یک قسم است. اینال حکم الله که است، شریعت الله که است، این نه کونگی داره و نه نتایج از اون نیاز داره بر ما وازی که ما در باره نتایج از اون فکر بکنیم و یا نیاز داره که ما حکمت های از رو بپالیم. وقتی که حکم الله را تطبیق کردی بدون شک، مثلا اگر 20 سال پیش هم نماز خواندی حال پشیمان نیستی چون حکم الله هست. اگر یک کسی از 6 سالگی و 7 سالگی روزه گرفته حال هم پشیمان نیست. اگر کسی 20 سال پیش تقوا کرده حال پشیمان نیست. اگر کسی 30 سال پیش حج رفته حال پرسانش کنه پشیمان نیست. اگر کسی 50 سال پیش جهاد کرده حال پشیمان نیست. اگر کسی در راه الله تکت تکت شده و شهید شده اگر همین عالم بری در روز قیامت از پیش پرسان کنه میگه پشیمان نیستم. اما پشیمان کی هست؟ وقتی که موضوع با عقل خود کار کردیم، مطابق حکم الله کار نکنیم، با عقل خود کار کنیم. 20 سال پیش زمینه که خریدی حال میگه ولی اگه عقل را میداشتم این زمین نمیخریدم، میرفتم اونجا زمین میخریدم، ولی این خانه را من نمیگرفتم، ولی کاش که من پیسه که من خانه میگرفتم. این حال چی است؟ وقتی که عقل خود فکر میکنی 2 سال پیش تا خودت صفر میتی. همه اکثر جوانا را سوال کردین پرسارشو بگو 5 سال پیش چی کار کردی؟ میگه والا 5 سال پیش من فلانی پانزه اختیار کردم. اگر عقل حال پیش من می بود، عقل حال او وقت می بود، من این رشته را اختیار نمی کردم. اگر ما او وقت رو پرسان میکردیم میگه اوه از من که هوشیارتر هیچ آف نمیشه. این حالا هر کسی که امروز خدا هوشیار میگیره 2 سال بعد خودش خدا نمره میده که من بسیار بی عقل بودم 2 سال پیش. متوجه هستین؟ این چی هست؟ به خاطر از اینکه فکر انسان و عقل انسان که هست همیشه چی هست؟ همیشه با گذشت تغییر میکنه. پس شریعت الله تغییر نمیکنه. چی تغییر میکنه؟ آنچه که انسان خودش میسازه. انسان که میسازه چی هست؟ او قانون است. فهمیدین؟ فرق بین شریعت و قانون چیست؟ قانون ساخته فکر خود انسان است. از این خاطر وقتی که تاریخ قانون رو بخوانی، تاریخ قانون چه قسم است که مثلا اول قانون شروع شده از یک خانواده، مثلا چند نفر در یک جای بودن، این چند نفر در خانه هم کلانشان برشان یک قانون جور کرده. بالاخره این قانون چند وقت بعد یک قبیله جور شده، رئیس قبیله و هم کلانای قبیله یک قانون ساختن، بنابراین این قانون به اندازه هم قبیله بدن. باز این قانون آستایی که در پیش رفته شده، مثلا بسط یک مملکت شده، قانون مملکت. اول قانون قبیله بود،
اول قانون فامیل بود، باز قانون قبیله شد، باز قانون مملکت شد، باز اینمی قسم قانون بالاخره انتقال میکنه به چی؟ قانون جهانی میشه، قانون بین الملل ساخته میشه. این حالی این تاریخی که برای قانون گفته میشه، این برای چیز؟ برای قانون است که انسان ها ساختن. اما چیزی را که الله متعال تعیین کرده این قانون نیست و این تاریخ سر از او تطبیق نمیشه. چرا الله متعال از اول وقتی که آدم علیه السلام خلق کرد برش احکام بیان کرد. نوح علیه السلام وقتی که آمد برش گفت که لا اله الا الله. آدم علیه السلام گفت بگو لا اله الا الله. و تا روز قیامت انسان مسلمان مکلفیت چیست که بگه لا اله الا الله. اگر در زمان آدم علیه السلام است میگه لا اله الا الله آدم صفی الله، اگر در زمان نوح علیه السلام است میگه لا اله الا الله نوح نجی الله، در زمان رسول الله صلی چی میگه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تنها پیغمبرش وقتش تغییر میکنه، اما لا اله الا الله و ایمان به پیغمبر و به نبوت و به شریعت الله این کدام چیز است؟ اینا وقتی که لا اله الا الله میگه چی است لا اله الا الله؟ لا اله نیست هیچ کس مستحق از اینکه ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه. چی؟ اینجا قانون چرا نمیگیم؟ به خاطر قانون ساخت کی است؟ ساخت بشر است. قانون است که خوب و خراب داره، قانون است که تغییر میکنه. عمل بسیاری قوانینی که است، اگر شما برید در بسیاری کشورهای پیشرفته که قانون خودشان میسازن، میگه 5 سال در 5 سال قانون ما چی میکنه؟ تغییر میکنه. به خاطر چی؟ امسال قانون میسازن، سال آینده که سهل میکنه که نه ولی قانون نتیجه نداد، باز رو تغییر میدن. اما شریعت الله را که هر قدر تطبیق بکنی، از این خاطر فرانسه یک وقت مجبور شد بسیار قوانین ساختن، نتونستن قناعتشان حاصل کنن، بالاخره بسیاری قوانین خود آمدن از اسلام گرفتن. بسیاری قوانین خود از کجا گرفتن؟ از اسلام گرفتن. یک وقت جورج واشنگتن میگه سراسکرای خود حکم میکرد که چی کنین؟ کار کنین. دیدن اسکرای ازی کار نکرد، این جمپر خود کشید و خودش کارش شروع کرد. یک ژورنالیست آمد برش گفت تو یک جنرال هستی، تو چطوری کار کردی؟ گفت من از سیرت محمد صلی الله علیه و سلم خواندم که رعیت وقت خوب کار میکنه که رهبریتش کار بکنه. یعنی رسول الله صلی در خندق چرا کامیاب شد؟ صحیح نه؟ او به طرف رسول الله صلی به نحیث یک جنرال اسلام فکر میکرد. گفت او یک جنرال بود در حالی که رسول الله جنرال نبود. گفت او یک جنرال بود، یک سرلشکر بود و وقتی که لشکر چند لشکرهای مختلف آمدن و میخواستن سرازی حمله بکنن، آل مجبور بودن برشان یکی از یارایش مشوره داد که خندق بکنن و مردم میرفتن میکندن، کار سست روان بود. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و امو سنگ که بسیار قوی می بود رو که از شکستان نمیتونست، یک چیز هست رو چی میگن؟ مارتول میگن چی میگن؟ امو مارتول از سر گرفت، کمی خیل میگن میزد، کم یک دفعه زد، گفت الله اکبر. چی گفت رسول الله صلی الله؟ گفت ما و شما فارس فتح میکنیم. دیگه کسی چی گفت؟ ماشاءالله. گفت ان شاء الله روم فتح میشه. یگان تا منافق دم هر جای می باشه نه، باز بینگ 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 دم پشت گوشت می باز گفت نه ما اینجا در قریه ما را جای نمیده، پیغمبر صلی الله علیه و آله از فتح فارس و روم خبر میده. او برش گفت که مشکلات است. این مشکلات چی است؟ لکن مسلمان ها فارس و روم چی میکنن؟ فتح میکنن. و همین قسم هم شد. همین لشکر هم شکست خورد و منافق هم روسیه شدن و بالاخره فتح هم شد و فارس هم فتح شد و روم هم فتح شد و رسول الله صلی الله علیه و آله خبرش چیز شد. این حال فرق بین بسیاری کسایی که بحث میکنن، ما بسیاری وقتا جوانا که هستن نه در بعضی جای میرن، جوانای ما بسیاری از اینا که هستن عقلگرا هستن. ما عقلگرا نیستیم. عقلگرا ارسطو بود، عقلگرا افلاطون بود که کافر بود، ارسطو بود که کافر بود، ژان ژاک روسو عقلگراست که کافر است، سارتر عقلگراست که کافر است، این فیلسوفا عقلگرا هستن که کافر هستن. ما عقلگرا نیستیم، ما از عقل خود استفاده میکنیم لکن عقل خود خدای خود جور نکردیم. عقلگرا کی رو میگن؟ یعنی که خدای چی است؟ عقلش است، هر چی که عقلش گفت تابع از او است. مسلمان چی است؟ از حس خود استفاده میکنه، از عقل خود استفاده میکنه لکن میفهمه که رتبه وحی که است باز از عقل که چی است؟
بالاتر است. وقتی که الله بر ما یک حکم گفت با اینجا تحت تاثیر عقل نمیریم. حالا اکثریت جوانایی که اصلا بسیاری وقتا که بحث میکنن متاسفانه و باز می همو عقلگرایی رو بحث میکنن، والا صاحب فکر نوین است و فکر جدید است، والا قانون سابق است. بچه جان تو وقتی که از قانون گپ میزنی تو از تاریخ قانون بشر گپ میزنی که از قبیله و از فامیل شروع شده، باز به قبیله انتقال کرده و بالاخره باز به سطح مملکت شده و بالاخره قانون بین الملل شده. این خود قوانین هست که انسان ها ساختن. توی رمه شریعت در چوکات ازی میبینی، شریعت الله حکم الله که از تحت ازی قاعده نمیه. برای اول خدا بفهمان که فرق بین شریعت و قانون چیست، باز بعد از او بحث بکن. یعنی وقتی که ما بحث مقایسه میکنیم، اگر کس میخواد میگه من میخوایم که یک انسان از این انسان با این انسان مقایسه بکنیم، من والا بحثت خوب است، منطقی درست است، یا انسان است یا انسان است، میشه که بین از اینا مقایسه بکنی. اما اگر یک نفر میخواد میگه والا من میخوام که یک انسان همراه خرگوش مقایسه بکنم، خبرش میخوای اول گوشای تا دراز کو ها حالا تو انسان هستی، خیلی تو هم خدا خر انسان نام تو وان او خرگوش است تو هم خدا اونو قسم گو باز مقایسه بکن. این حال از بسیاری وقتا بحثای مقایسه می. یا فکر وقتی که میگن فکر انسانی، فکر است که زاده فکر انسان است، عقل انسان است، مثل قانون واره. مثلا 20 سال یک فکر بود در غرب، امسال او فکر کهنه شده، امروز فکر کهنه شده. مثلا یک وقتی کمونیست‌ها میگفتن که نظام کمونیسم بهترین حل است برای مشکلات بشریت. وقتی که 70 سال به زور نظام کمونیستی را تطبیق کردن تا در کمونیسم نرسیدن، در سوسیالیسم رسیدن، خود گورباچوف خیلی یک کتاب را نوشته کرد به نام پروستریکا و در پروستریکای خود گفت که والا این قانونی که ما ساختیم 70 سال مردم بازی دادیم. ادوارد شوارنازه وزیر خارجه اتحاد شوروی بود، گفت یک وقت من بر جوانا میگفتم که جوانا من بر شما یک حکومت جور میکنم که در حکومت وزیر، چپراسی، پیاده کلگی یک قسم باشه، هیچ فرق نباشه. گفت یک وقتی که خودم وزیر خارجه شدم دیدم که همین 40 سال من دروغ گفتم، 40 سال به خاطر اینکه گفت وقتی که من وزیر خارجه شدم موتر برام دادن، 30 تا موتر دیگه از پشت سرم روان است، یک خانه برام دادن. این من در یادداشت‌های ادوارد شوارنازه وزیر خارجه امریکا شوروی خواندم. خودش گفت من خودم 40 سال بعد فهمیدم که من 40 سال دروغ گفتیم. به خاطر از اینکه وقتی که من وزیر خارجه شدم تو یک خانه برام داد که 17 تا تشناب داشت و من تعداد فامیل ما 5 6 نفر بود. میگه من ایران بودم که دیگه 17 تا تشناب چی کنیم؟ ها نوبتکی تقسیم اوقات بریم در تشناب. و بسیاری کسای دیگه بودن که گفت حتی نان سیلو در قطار استاد بدن. یا ما که وزیر خارجه بودم از راه تیر میشدم، بسیاری کسا از راه تیر شدن نمیتونست. بنابراین ما فهمیدیم که بالا همین گپایی که ما میزدیم این سیستم کمونیسم این یک اندیشه خیالی هست، مثل اندیشه یا فکر افلاطونی خیالی. مثلا دو دانه شعر است، افلاطون میگفت من مدینه فاضله جور میکنم، اما رسول الله صلی مدینه منوره ساخت. چی فرق است بین مدینه فاضله و بین مدینه منوره؟ مدینه منوره مدینه هست که اینجا اکثریت معنویت، اخلاق، انسانیت است، لکن در بین یگان تا شوخ هم پیدا میشه، یگان کسی گناهگار هم پیدا میشه، یگان دوز هم پیدا میشه، یگان چیز هم پیدا میشه. صحیح نه؟ لکن اکثریت مردم چی هستن؟ مطابق حکم الله کلی اکثریت روان هستن. این مدینه منوره میگه که اکثریت نورانیت است، اکثریت خوب است، لکن یک تعداد خراب هم پیدا میشه به خاطر از اینکه جامعه هست دیگه. یعنی ما شما ببینید تا از یگان صحابی هم زنا رخ داده، یگان صحابی هم شراب خورده، سر از او هم حد جاری شده. این مدینه منوره میگفتن که اکثریت مردم به حکم الله هستن، لکن بعضی اوقات امی انسان خوب هم یگان وقت شیطان سرش غلبه میکنه، یگان خرابی است پیشش میشه، از این خاطر دروازه توبه برای چی است؟ باز است. اما مدینه فاضله چی بود؟ مدینه فاضله افلاطونی، افلاطون چه میگه؟ خب او یک شعر خیالی میخواد جور کنه و او قابل تطبیق نبود. میگه من یک شعر میسازم که همین بچهای جوان خوب مردم باشه که اگه 100 تا دختر تیر شه سیل نکنه. والا این قسمی دیگه به خدا ها اگه 100 تا دختر قسمی سرلاج تیر شه والا مولای ماجد هم یک سیل نکنه. ها از این خاطر میگه ایجاب کنین، از این خاطر میگه دخترها چی کنه؟ ایجاب کنین، سرلوش تیر نشین، آرایش نکنین در بیرون. این حال افلاطون میگفت که یک شعر باشه که اگر این موبایلات اینجا بانی و کل چیزا بانی و خودت بری قرار چکر بزنی پس به این موبایل دمیجه است، هیچ کس دوزی نکنه.
پس های مردم سر کردن گفتن این چی هست؟ گفتن این مدینه فاضله یک مدینه فاضله افلاطونی، یک شهر خیالی است. یگان وقت حافظ شیرازی هم وقتی که سهل میکرد یک روز یک شعر گفت که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. ولی سمرقند برش گفت که تو بیا حافظ تو چی لو دستی؟ ولی سمرقند مستم میبخشی تو؟ گفت والا صاحب یگان وقت ما در عالم خیال میباشیم و تو فکر میگیریم که همین والی کل منطقه دیگه پاچش ما هستم. از این میخواست شاعرها یگان وقت دیگه سهل میگن که معشوقیم در محتاب شیشته و ما خودم در آفتاب شیشتیم. از آفتاب بر معشوقه صدای نمودم. یک وقت سهل میگن که از سر کمود خطا میخورم تکه میشه. این چیست؟ این شعر رومانتیک میگن. این در عالم چی است؟ در عالم خیال است و با خیال چیز جور نمیشه. این کسایی که فکر نوین میگن این فکر جدیدی را که میخواین بیارن در مقابل چی بیارن؟ در مقابل حکم الله بیارن. و این چراغی را که الله برفروزد الان کس پف کند ریش کلش بسوزد. ریش کل کدگیش ریش در بگیره. کسی که در مقابل حکم الله قرار بگیره. چرا حکم الله که است؟ این فکر بشری نیست که نو کنه پیدا شود. او خب فکر کمونیسم بود که اول آمدن ساختن، پسان گورباچوف که بود این رهبر همو حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. این خودش در سطح رهبریت رسیده بود، خودش خیست کتاب را برام پرستریکا نوشته کرد و گفت فکر و اندیشه که ما داشتیم و 70 سال تطبیق کردیم این فکر غلط بود. کاش که این را در 22 مملکت یا 22 مملکت تطبیق نمیکنیم که قنفر ما به خاطر ازی کشتیم. استالین و میلیون ها میلیون انسان به خاطر ازی که کمونیسم رد میکرد میکشت. همینجا کمونیست‌ها که در افغانستان آمدن به میلیون ها میلیون انسان کشتن به خاطر چی؟ که ما این فکر را تطبیق بکنیم. اما بالاخره رهبرشان خیز برشان گفت که والله فکر ما و شما غلط بود، عوض یک فکر نو بیاریم و فکر نو چی را بیاریم؟ کمونیسم سقوط کرد. و امروز در غرب که از کپیتالیسم رو به سقوط است. ما و شما به چشم خود می‌بینیم. همین ما مردم افغانستان 20 سال پیش یگان تا کوکاکا را سل می‌کردیم، کتابک انگلیسی دستش از خوب چطور است استاجان خوب است. والا یک کورس انگلیسی می‌خوام چیگن دست بوک دست چیر. او ماشاءالله تو دی 70 سالگی دیگه دست بوک شروع کردی تا وقتی که به او کنتینیوتینس میرسه ان شاء الله گفتم در قبر میرسی بازوجا تنسا را باز بخوان. اینا چی مردم افغانستان چی فکر میکنن؟ والا اگر امریکا به روسا خو گشنه بود یگان تا میگه والا وا خو غلام روس شدن گشنه بود روسا باز قدر چیز نکرد بیا ما غلام امریکا میشیم. امریکا پیسه دار است باز یک وقت سعی کنی جیبای کلگی دلار است کلگی رو ببینید فلانی چی است. اینا اون دلارا که از کل شال دال خور شده دالشان رفته و لرش مانده نه حالا حتی به سوی رسیده که والا تتبعوا خطوات شیطان. خطوات شیطان چی است؟ اول تو را در گناه ها مبتلا میکنن. وقتی که در گناه مبتلا شد 20 سال پیش ما میگفتیم که کت امریکایا کار نکنین. ما میگفتیم شما افراطیستین. میگفتیم ترجمانی امریکا را نکن، در قطار امریکایا نرو، کت کافر دوستی نکن. چرا؟ یگان تا باز میره باز یگان ملا ورش روح الله جان پیش استاد دایی نری بازو تند برد میگن. پیش کی بریم؟ پیش یک مولوی دیگه بریم بازو نرم گپ میزن. بازو برش میگه خیر از آلگه یک برو کت امریکایا کار کن با $3000 که گرفتی $100 باز درای اسلام مصرف کن یا بیا برمه بده دیگه اون 2900 در جیبکش باشه. اینال اونو 15 سال یا 10 سال پیش که رفت امرای امریکایی ها کار کرد امروز مشکلش چی پیدا شده؟ امروز در وطن خود زندگی کردن نمیتونه. ولا تتبعوا خطوات شیطان. او وقت خود در او قسم داخل کرد. این امروز مجبور است تابعیت امریکا و اروپا و انگلیس بگیره و کسی که تابعیت طاغوت میگیره متوجه هستی؟ کسی که تابعیت میگیره بدون شک از دایره اسلام خارج میشه. چرا اونجا قانون وقتی که رفت پذیرفت او برش میگه که در قانون ما چیزی هست که ضد اسلام است و قانون ضد اسلام است. مثلا در اسلام زنا جرم است، در اونجا زنا جرم نیست. اونجا میگه تنها تجاوز جنسی جرم است. وقتی که قانون پذیرفت این نفر به دایره اسلام میمونه.
بسیاری کسا خود بازی میتن. آل مجبور هست وقتی که 20 سال حکم الله را که الله میگفت لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسلمان ها کافرها را دوست خود نگیره. اگر برش میگفتی باز میگفت تو افراطیستی. این حال سعی که خودت افراطیستی یا ما افراطی هستیم. این حال وقتی که اونجا رفتی دوستت گرفتی، دوستی کفار آیسا آیسا به چی میشه؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آل بالاخره خودش تو را میگیره در مترکای خود سوار میکنید. اونجا که رفتی برات میگه خب این حاله هم جنسگرایی اینجا قانون است. اوکی، وقتی که چسبانی که من این قانون قبول دارم، آیت قرآن کافر شدی. میراث اسلامی را قبول نداریم. اینجا میراث دیگه قسم است. اینجا بس سگم کس میتونه میراث بده. قبول داری؟ اوکی. وقتی که امضا کردی قانون قبول کردی، در کجا هفتادی؟ اینجا چی شد؟ الله میگه فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول باید به چی شوی؟ به قانون غیر الله چی شوی؟ اول به قانون غیر الله باید کافر شوی، بعد از تو مسلمان بشی. حالا یک نفر که بعد از مسلمانی میره قانون غیر الله را قبول میکنه، اینجا مشکل چی هست؟ این بسیار مشکل خطرناک است. به خاطر اینکه گفتم بسیاری کسا خدا بازی میده و بازیگان اوگک می والا استاد ما اونجا رفتیم دیگه، یکی دیگه اومده بر من زنگ میاد چی هست؟ والا اونجا باز کدام بره به خاطر اینکه قبول شوی بازیگان تو که کمک میکنه، با سر یک جویا که میبره چه خود میکنه. خب من میرم بدروغ چه خوب میشم. بدروغ کفر راستش هم کفر بگی کافر هستی، دروغ هم بگی کافر هستی. تو که کلمه نصرانه را خواندی و گفتی که عیسی مسیح خدای ما است، تو اگه به مذاق هم بگی کافر هستی، براستی هم بگی کافر هستی. متوجه هستی؟ عالی خونه میشه بازو آمده برم. والا استاد ما کنجا هستیم، اقا خوبش تو کای ما مدرسه میره. مدرسه چی اشتکات به مدرسه میره؟ وقتی که تو حکم الله را شکستاندی و حکم طاغوت پذیرفتی و خود رفتی قبول کردی. متوجه هستی؟ از این خاطر انسان باید شریعت الله را با قانون انسانی هیچ وقت چی نکنه؟ مقایسه نکنه و عقیده توحید اسلامی را با افکار سوسیالیسم و کمونیسم و لیبرالیسم با یا مقایسه نکنه. و این باز نگه که کونه هست و این نو است. این که کونه و نو میشه این فکرای انسان است، اما چیزی که شریعت الله هست و عقیده اسلامی است این از زمان آدم علیه السلام لا اله الا الله دوام داره تا روز قیامت. لا اله الا الله محمد رسول الله دوام داره. کسی که میخواد باشه مسلمان است بره، کسی که باز مرد والا الله هم غنی عن العالمین است. برکس الله متعال کدام ضرورت نداره که کس کلمه‌ش بخونه یا نخونه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که کار بکنیم که وقت داخل قبر میریم شرمنده نباشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.